هلو گایز، چطورید بچه ها؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با یه آهنگ خفن. اومدیم از برادرایی که دوتا خفن عزیزم. میخوام اینو بهت بگم عزیزم، نمیدونن از که اومدیم. شون امسی اولیش، دومش یه بستری که همش کپی رایت میزنه. آره کاری با هم داداشن؟ نه چرا داداش باشن؟ با هم فیت دادن، خیلی خفنه. تازه هم اومده آهنگشون و فکر کنم یه 2-3 هفته‌ای باشه تازه اومده و خیلی هم ترند شده و هم کامنت گذاشتن که برید این آهنگو گوش بدید. پس ما هم اومدیم این آهنگو گوش بدیم، بریم که ببینیم چطوری هستش. خب استاپ باشه چقدر. بله، بستر و شون امسی چه سنش زیاد شده. آره نگاه کن، پخته دیگه، داره میسوزه. خیلی خوبه، پس خیلی قدیمیه شون امسی. لیتس گو. قیافه بستر رو فهم، اون صدا به این قیافه نمیاد. یه ساز هندی توش هست. اولو میگفتم بهارم، نخواب دیگر هستی عاشق. این چی بود؟ چرا اینجوری شروع کرد؟ عربه بستی بار بانو. اصلا بشنیم قبلا خیلی بهتر میخوندی یا منالیدی از دیبارم، بگم مرا نزد ملو نباشی. اکنون سرسانمو ترسانمو. چقدر بد داره میخونه. اصلا فکر نمی‌کردم اینطوری بخونه. شون امسی بیا کارشو بکن دیگه، فایده نداره اینو بنده بیرون. بچه‌ها نظر شما چیه؟ اولش واقعا خیلی ضعیف شروع کرده. چرا تو را دیگر نمیشناسم، حیرانم پرسانم، تو دیگر انسان شده یه عشق. بیتاش همینجوری دوباره مثل قبلا نه، همش هم روی این بیتا میخونه. شده ای میدانم دشمناش نه، شده ای میدانم زیبایی روش نه، شده ای های واقعا اشتباهه. این چی کار داری میکنی بچه؟ چیزی با شده ای اکنون توانا، شده ای میدانم دشمناش نه، شده ای میدانم. فکر کنم وسطاش یه سری کلمات روسیه هم داره میگه. آره تا اینجای کار من یه چیزی رو واقعا صادقانه و رو راست میخوام بگم. تا اینجای کار من از 10 بهش 1 میدم. 0 من میدم. من 1 زیبایی روش نه، شده ای چیزی با شده ای وی میکنی چرا؟ آخه من صاحبی سمرقند بخور. آها حالا شد یه چیزی اومد تو. یعنی تایو ترکی شیرازی دم قشو تاری. اسم آهنگش راستی ترک شیرازی عزیزم. 80 برسیم. چرا اون وقت؟ ترک شیرازی دیگه، دختر ترک شیرازی حال کرده باش داره براش آهنگ. آره دیگه، این دختر کابلی، من اونم با دختر کابلی زده بود. چشمایی جادوگرد یک نگاه کی خاله هندی نتاوا باینی و قخش رو کی درم موهای زرد مگی تیلو رنگ بنوری افتاب تا جنگ. خوشم میاد. شون امسی دقیقا خوب بخونه. صداش به قیافش نمیخوره. آره اوفر شون امسی. آره اینی که الان داشت میخوند. اون قبلیه بستر. نه الان بابا الان شون امسی میخوره خب. قیافش به صداش. نه خب الان استایلش عوض شده. نفسم بهت تنگه در چشمای خشرود میگی که مرواریده قطره های برگی صد برگ زیش کی تو باریده نکی ترتیب. خوب داره میخونه واقعا، الان داره خوب میخونه. اون که خراب کرد اولش، این خیلی خوب داره میخونه. شروع موزیک. آره دیگه استارت خیلی سخته که بخوای مخاطبو نگه داری. کی گلان کرد کی بردت وای دیگه موی موهای خشرود ندار و شام رسابو نپشی چشم به تو و عاشقی به. مثل همیشه خوب میخونه شون امسی و مثل همیشه هم بعضی چیزاشو ما نمیفهمیم چون داره روسیه هم توش قاطی میکنه. عشق مرد ارزوی شیرینی کودکی بود و شیرازی و فردوسی و رودکی بود. اینستاگرام آها فردوسی و رودکی رو کجا بردی؟ چرا ربطی داشت؟ عشق مرد ارزوی شیرینی کودکی بود و شیرازی و فردوسی و رودکی بود. اینستاگرام و ویکنم رفتن گشتنم نبود، میر محبت حقیقی دورای مکتبی بود. مامانم ندیدم نام بینم دیگرنگی اولا قطی تو دایم. ببین اینجاش باحال بود. اینجا رو داره خوب میره.
وطنم شینا هر سر انتظاری برو مدانت نامش با مثل شیشه شکسته که پای باز نمشه آفرین این کارو میکردی همون اول چرا اذیت میکنی ما رو بله فکر کنم بره تو حالت اولش اولو میگفتمت بهاره نه میدونی سعی کرده یه ریتمی بهش بده آره. اول بگفتمت بهاره ماست به مالی تا که این نخواره نخواب دیگر هستی عاشق نه اصلا اینجا چیزی نداره آبی بگون مرا نظر من شما نمیسی یه پسی بهش میزدی میگفتی این چیه نوشتی اولش شما نمیسی چه سنی رفته بالا همون دیگه بعد استایلش هم عوض شده انگار رپره نباشی اکنون سرسانمو ترسانمو چرا تو را دیگر نمیشناسمو حیرانمو پرسانمو تو دیگر انسان شده یه عشق پاکم دختر شیرازی چی کرده است رابطه ما اول فکر اوه چی شد میکردم که تریدینگ این کار کنه گرافیکوش بسیار فهمو و وقتی که من در نظرم بیهوده صرف میکردم این چی داره این چیکار داره میکنه و همون وقتی که من تلگرام کانال در اومدم دیدم در این تلگرام کانال ادنیون تریدر جهانی شما میشه تریدر چه ربطی به تریدر داره یا آهنگه داره تبلیغ میکنه در تو بچه داره تبلیغ میکنه دیگه متاسفانه تبلیغ دیگه به ما نمیخوره آهنگ شونمسی و آقای بستر رو دیدیم که به نظرم بستر خیلی ضعیف بود توش نسبت به آهنگای قبلی که ازش گوش داده بودم اما شونمسی خوب بود مثل همیشه واقعا خوب بستر ضعیف بود ولی مثل همیشه بچه دوست داشتنیه واقعا من دوستش ندارم نه خب چرا دوستش نداری؟ چون میدونی یه سری چیزا رو اضافه علکی اضافه میکنه من نه مثلا میخواد خیلی سوزشو ببره بالا اما نمیتونه مثلا تناقض داره؟ آره نمیدونم به نظر من آهنگ خوبی بود در کل به خاطر وجود شونمسی و اسم قشنگی که داره دختر شیرازی خیلی باحاله کاش میتونستیم بیشتر بفهمیم و خب یه ضد حالی خوردم ازش که فکر نمی‌کردم اینجوری باشه به خاطر همین یه ضد حالتش خوردم مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید خیلی دوستتون داریم تا ویدیو دیگه بای